روز ششم مای در پایتخت تاجیکستان رشته عمر دو کودک به طور فاجعه‌ای کنده شد. این دو کودک غرق شدند. کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان گفت هنگام روی دادن این دو فاجعه هر دو طفل بدون نظارت والدان قرار داشتند. بنا به اطلاع کمیته اولویت فوق‌العاده، یک کودک ساعت 16:20 وقتی غرق شد که همراه دوستانش میخواست در کول باغ به نام فردوسی که در آن آبازی ممنوع است آبازی کند. یک کودک 7 ساله باشد هنگام بازی در ساحل دریای کافرنهان غرق شده است و جستجوی جسد او تا حال نتیجه نداده است. به حساب کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان در 4 ماه اول سال 2021 در کول و دریا و کانال های تاجیکستان 19 نفر از جمله 9 کودک جان باختند. کمیته اولویت فوق‌العاده در این رابطه بار دیگر از والدان خواسته است که کودکان خود را به نظارت نگذارند، قاعده های رفتار در ساحل کول و دریاها را قطعاً رعایت کنند و در مکانهای برای آبازی ممنوع آبازی نکنند.